أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس میراث که به جای رسیدیم که وقتی که یک شخص از این دنیا می رود، آن وصیت هایی که کرده است باید شخص های وارث، میراث گیرنده ها، وصیت میت را به جا بیارند. باید مسلمان از آن مالی که در این دنیا جمع کرده است وصیت بکند به شخص های، مثلا برای مسجد پوشیدن، برای مدرسه و به دیگر کارهای خیر وصیت بکند یک قسمی مالش را. زیرا سعد ابن ابی وقاص وقتی که در حجة الوداع بیمار شدند، سپس به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ای رسول خدا، من یک دختر دارم، میخواهم از 3 حصه 2 حصه مالم را برای الله خیر بکنم، وصیت بکنم، آیا بر من اجازت میدهید؟ پیامبر گفتند که این بسیار است. سپس سعد ابن ابی وقاص گفتند که به نصف مالم خیر میخواهم که برای الله خیر بکنم. پیامبر گفت اجازت ندادند. سپس گفتند از 3 حصه 1 حصه مالم را برای الله خیر میکنم، وصیت میکنم. پیامبر گفتند که این از 3 1 حصه بسیار است. برای ابن عبدالله ابن عباس میگویند که 4/1 مال را اگر یک شخص میخواهد که وصیت بکند برای الله، برای آخرتش فایده میدهد، وصیت بکند. اما بعضی شخص هایی هستند که مال و ثروت بسیار دارند، وصیت نکردند، یگان به چیزی ننوشتند، مکتوبی ننوشتند. مال و ثروتی که در این دنیا فقط بر این دنیا دویدند، بعد مرگشان فرزندان میگیرند، اون طرف و وی طرف صرف میکنند و برای کار خدا صرف نمیکنند. در حقیقت مالی که انسان باقی گذاشته می رود برای وارثان میراث گیرنده می باشد. مالی که برای الله خیر کرد البته در روز قیامت او را دریاب می کند. باید مسلمان وصیت را فراموش نکند. سعد ابن ابی وقاص وقتی که بیمار شدند، همان زمان آخرت را فکر کردند. گفتند یک دختر دارم که این مال من بسیار است. پیامبر گفتند می توانی از 3 1 حصه مالت را خیر بکنی. اما سعد ابن ابی وقاص وفات نکردند که این بیماری مرگ نبود. سپس مال فرزندهای بسیاری الله به سعد ابن ابی وقاص داد. برای همین باید شخصی وصیت کننده به میراث خورندگان وصیت نکند، زیرا حرام می باشد. شخصی که از مال میت میراث میبرد، الله حق او را در قرآن بیان کرده است یا شریعت بیان کرده است، نباید وصیت بگیرد، زیرا حق او وصیت برای شخصایی که میراث نمیگیرند بر آنها کرده می شود. مثلا یک شخص میگوید که من این مالم را به فلانچی پسرم وصیت کردم. نه، این طور نیست. حق فرزندها به معین جدا شده است، اما وصیت برای کاری خیر می شود که شخصی بیگانه. پیامبر میگوید لا وصیت للوارث، وصیت کردن شخصی میراث گیرنده وصیت به شخصی میراث گیرنده وصیت کردن نمی شود. برای این پیامبر گفتند که ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت للوارث. البته الله هر یک شخصی میراث گیرنده را حقش را بیان کرده است. برای همین شخصی میراث گیرنده وصیت برای او حرام می باشد. اما شخصی وصیت کننده به کاری گناه وصیت کرده باشد، یا که شراب خانه بنیاد کردن یا دیگر کارهای گناه، نباید وصیت او را اجرا کرد.
فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینهما فلا اثم علیه. الله میگه گناه نیست اگر وصیت به گناه کرده باشد اجرا نکردن، اما وصیت به کارهای خیر مثل اینکه یک قطعه زمینش را برای شخصهای مسافران، مهمانها، برای فقیران میوه حاصل را وصیت کند بسیار ثواب می باشد، در آخرتش یعنی ثواب می گیرد. شخصی که مالی بسیار داشته باشد وصیت بکند مستحب است، اما شخصی که مالش کم است، فرزندانش فقیر است، او مکروه است که وصیت بکند به دیگر شخص ها، بلکه به وارثانش این مال را همچون میراث بماند. این بود درباره وصیت معلومات کوچکی این پیش از میراث می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.